سال 1906 کلارا جرماناسلی 16 ساله با شیطان عهدی بست و بهش اعتراف کرد. کلارا گفت این عهد رو در مدرسه مارین هیل در اومزینتوی آفریقای جنوبی، جایی که از زمان مرگ والدینش در اونجا زندگی میکرده، بسته. چند هفته بعد از این عهد کلارا شروع به پاره کردن لباسهاش، صحبت کردن به زبانهای باستانی و ایجاد صداهایی از عمق گلو و هیولا تور کرد. در طول مراسم جنگیری پوست کلارا در تماس با آب مقدس میسوخت و بدنش چندین بار در مقابل چشمان 170 شاهد در هوا معلق میشد. کلارا ابتدا روی زمین به خودش میپیچید و بعد به صورت لنگان لنگان راه میرفت و دوباره مثل مار روی زمین میخزید. پس از 2 روز جنگیری طاقت فرسا، کلارا از این شیطانها آزاد شد. این پیمان در 11 سپتامبر 1906 شکسته شد، اما در طی این مراسمات جنگیری بارها سعی کرد کشیش‌هایی که این مراسم رو انجام میدادن رو بکشه. کشیش‌ها موفق شدن، چون کلارا دیگه هیچ وقت تسخیر نشد